دادگاه عالی تاجیکستان مدیر کل شرکت جمال 2012 رسولوف جمال الدین را با جرم تشکیل مهاجرت غیر قانونی و خرید و فروش آدمان با 12 سال زندان نظامش پر زور محکوم کرده است. داستان کل تاجیکستان گفت رسولوف در دست کم 22 مورد استثمار زنان و دختران تاجیک در بین سالهای 2016 تا 2022 گناهکار دانسته شد. بنا به خلاصه تفتیشات او از روی حسن ظاهرشان زنان و دختران زیبا را انتخاب کرده به سعودی میفرستاد و در آنجا کفیلان و کارفرمایان خارجی از شهروندان تاجیکستان شناسنامه هایشان را گرفته آنها را از استفاده تلفن موبیلی و علاقه با خویش و تبار، حقوق آزادانه گشت و گذار کردن، حقوق معاشرت، مراجعت به کنسولهای دیپلماتی تاجیکستان، امکانیت عوض کردن جای بود و باش، بازگشت به وطن و از دیگر حقوق فردی شهروندی محروم کرده است. حکم کلیه پرونده های جنایتی دادگاه عالی هنوز 19 اپریل سال 2023 صادر شده است، ولی مرکز مطبوعات داستانی کل تاجیکستان تفصیلات این پرونده را تازه روز 4 ایول نشر کرد. خود جمال الدین رسولوف و یا ادوکات یا نزدیکانش برای شرح این حکم دسترس نیستند، ولی داستانی کل میگوید که این نهاد تفتیش پرونده جنایتی را با عیبداری مؤسس و در یک وقت دیرکتور جنرالی جمعیت دارای مسئولیت محدود جمال 2012 رسولوف جمال الدین ضیاءالدینویچ برای سودای آدمان، تشکیل مهاجرت غیر قانونی و ساختکاری حجت‌های رسمی حقوق دهنده بر اساس ماده 103 علاوه 1 32 قسم 3 340 قسم 2 و 335 علاوه 2 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان به اتمام رسانیده با تصدیق فکر عیبدار کنی برای مویتم بررسی نمودن به سود ارسال نمود. با حکم کلیه سودی اوید به پرونده های جنایتی سود عالی جمهوری تاجیکستان از 19 اپریل سال 2023 رسولوف در صادر نمودن جنایت های در ماده های بالا ذکر پیش بینی شده گناهکار دانسته شده از روی مجموع جنایت ها نسبت جزای محروم ساختن از آزادی به مهلت 12 سال با نگاه داشتن در کلانیای اصلاحی نظامش پرزور تعیین کرده شده است.